سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید در کارهای دیگران مداخله نمی‌کند و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که از افغانستان استفاده نیابتی کند و افزوده است در دراز مدت افغانستان باید بی‌طرف بماند و با همه اطراف روابط خوب داشته باشد. در 32 روز گذشته در نتیجه حملات طالبان 527 فرد ملکی شهید و 248 تن دیگر مجروح شدند. وزارت امور داخله میگوید طالبان مانند همیشه مردم ملکی را نشانه میگیرند. هزاران تن از باشندگان ولایات کندهار، هلمند، زابل، ارزگان و نیمروز از طالبان خواهان آتش بس و صلح شدند. مردم این ولایت گفتند جنگ ویرانگر سبب از بین رفتن همه زیربناهای کشور شده است. در 24 ساعت گذشته 25 تن از اثر ویروس کرونا در کشور جان باختند. وزارت صحت عامه میگوید در این مدت 928 واقعه جدید ویروس کرونا به ثبت رسیده و 169 تن شفایاب شده است. و منظور احمد پشین رهبر جنبش حفاظت پشتونها گفته است علیه ظالمان حکومت پاکستان برای یک ماه در 30 شهر تظاهرات گسترده انجام می‌دهد و از تمام افغان‌ها خواسته است تا با وی در تظاهرات شرکت کنند.